وقتی شریک زندگی دروغ میگه، آیا این شروع خیانته؟ گاهی رابطه ها نه با خیانت بلکه با یک دروغ کوچیک شروع به لرزیدن میکنن. دروغ مثل یک ترک ریز روی شیشه است. شاید اول دیده نشه، اما اگر رسیدگی نشه آروم آروم بزرگ میشه و رابطه رو از درون میخوره. دروغ گفتن همیشه به معنای خیانت نیست، اما هشدار جدی است. خیانت همیشه با یک اتفاق بزرگ شروع نمیشه. گاهی با پنهانکاری های کوچیک، تماس های بی دلیل، جواب های نصف و نیمه و دروغ هایی که به ظاهر مهم نیستن آغاز میشن. اگر این موضوع برات مهمه، کانال ما رو دنبال کن، سابسکرایب کن و نظر خودت رو درباره این ویدیو برام بنویس.